پس حواست باشه دیگه عصبانی نمیشی، چون تمام یعنی 1/3 یعنی مغزت 1/3 میشه، یعنی از این همه فضای مغزت 1/3 استفاده میکنی تا زمانی که خشم رو بتونی مدیریت کنی. پس بنابراین با یک نفس همین یه لحظه میزنی، بعد شروع میکنی نفس شروع میکنی نفس. ببین نفس عمیق چطوریه دوستان؟ نفس کشیدن بذار یادتون بدم. حالا نفس نمیکشیدید. ببین من چقدر باهوش. خب ببین ما دو نوع تنفس داریم بچه‌ها. تنفس دیافراگمیه، یکی تنفس شکمی. چون من آواز میخوندم، حقیقت من 27 سال آواز خوندم، به جایی نرسیدم راستش بخوام. همش فکر می‌کردم تو برج میلادم، بعد نگاه کردم نه تو برج آزادی هم نیستم، اصلا تو برج نیستم. ولی خیلی زحمت کشیدم. دلم به حال خودم نیست، این همه خوندم به جایی نرسیدم. خب ولی صدا برای صدام خیلی خوب بود، یعنی تونستم حداقل حنجره‌مو بسازم و تو سخنرانی استفاده کنم. ببین شما چرا خوشت میاد صدای منو میشنوی؟ هی بالا و پایین میره صدا. ببین اینطوری میشه صدا من. صدام کم میکنم. ببین این صداهای این تیپی صداهایی که فوق‌العاده است و حجم صداست. ببین صدای تیز، ببین صدای حجم. شما یک لحظه خلط شو شیر. استاد چیکار کردی؟ تو راز بقا رفتی تو مغز مارمولکی. الان بهت میگم درست میگم. ببین پس مغز مارمولکی یعنی راز بقا، یعنی آب و اجداد بنده راستش تو جنگل سوانه با اینا زیاد برخورد کردن. خب ببین صدا حنجره است. حالا موش نگاه کنید، صدا موشه. خب چرا؟ صدا تیزه، فرکانس بالاست. هر چقدر فرکانس بالا باشه تیزتر میشه. درست شد؟ پس بنابراین شما بایستی بین این فرکانس ها نوسان کنید، چون دو تا پرده سوماخ دارید که میلرزه. وقتی صدای من مخروطی باشه شما لذت میبرید. ببینید این صدای مخروطی، ببینید این کیف میکنید شما. اصلا این صدا تو معابدی که در مثل معبد آمون هست تو یوزارسیف نشون میده، اگه دیدید اونجا صدایی میکنم یه یه نفر صبح تا شب کارش پول میگیره. فقط میگم تو بشه یه گوشه بگو همینطوری پول میگیره. حقوقش هم 2 برابر منه. حواستش هم فکر نکنید این صدا کمه. این صدا یعنی چی؟ این صدا صدای فرکانس جهانه، جهان کائنات. 5 دقیقه تو خونه انجام بده، یک مرتبه متصل میشه به کائنات. کن چرا؟ چون زبانت کار نمیکنه. این 3 تا واژه زبان نیاز نداره. یعنی شما میگی ده بریم ده میچسبونه، اما خب اینا هست تو اکثر معابد هندوستان. من در هندوستان بودم، تو معابد هست، یعنی یه نفر تو میخونه، شما میری اونجا اولش میگین عجب کار بیخودیه، بعد نگاه میکنی میبینی نه باز کار بیخودیه، چون متوجه نمیشی، ولی حتما کار مهمیه، ما نمیدونیم. هرچی شما اگر دید متوجه نمیشید حتما من متوجه نمیشم، حتما یه چیز مهمیه. خب اینم صدا بچه‌ها، بعد دقت کنید صدای خودتون کار کنید. خب من یه صدا دیگه میرم چون مهم رسیدم به صدا چیزی برای جمعش میکنم. ببینید همین الان به زحمت خیلی سریع بگید قوری گل قرمزی. کی میتونه بگه؟ از شما بگو. شما بگو. خیلی 3 بار بگو سریع. یادم قوری بود، چی بود، چایی بود. خب شما بگو آقای فاطمی سریع 3 بار. ماشاءالله یه کف تشویق عالی، ماشاءالله. خب شما آقای بشکوفه 3 بار من بگو 6 سیخ جگر سیخی 6000. بلند بگو. سریع. خب
باریکلا. خب خیلی خوب بود. خب یه مثال دیگه بزنیم. شما چی بود؟ شما خانم چی بود اسمتون؟ آره. شما بگو تاجر تو چه تجارت میکنی؟ سریع سریع. میگن چی؟ یه تشویق عالی بفرمایید. خیلی خوب. باریکلا. زبانگیر حتما تمرین کنید. هر روز با صدای بلند تکرار کنید که این گیر زبونتون برطرف بشه. هر روز انواع مثلا این جملات وجود داره که حالا توی اینترنت همین الان بزنید حداقل 20 تاش میاد که اینا رو تمرین کنید خیلی زیاد. یه تمرین دیگه بچه‌ها بزنم خیلی مهمه برای صدا. ببینید تنها صداست که میماند. ببینید الان دقت کنید، من اومدم سخنرانی میکنم، خوب نگاه کنید. ببینید برای شما جالب است نه؟ سلام خدمت شما دوستان عزیز، خیلی خوشحالم من میخوام عزیزم. ببین شما لذت نمیبرید، صدا پس تلاست. ببین صدای بی خودی میگه چیه یا کیه دیگه. پس ببینید دوستان صداتون رو کار کنید. خواهش میکنم سرخ کرده نخور، اون تعدیه سیاه نخورش، پر روغنه نخور. فست فودم میخوری کم بخور. ولی به این غذای چرب سرخ کرده نخورید. حنجره تلاست. حنجره های شما، تارای صوتی شما زیباترین تارای خلقت. میدونستید؟ یعنی هنوز انسان نتونسته 1/10 تار انسان یعنی چیزو بسازه. این تارای ستاره اینا اصلا به در فلز اینا سیمای چی اینا، این تارا بهترین و زیباترین تار انسانه که شما 18 تا تار دارید. ولی متاسفانه همه شما فقط از 30% تاراتون استفاده میکنید. ببینید شما تمرینات سولفژ خواهش میکنم از شما، یعنی انتظار دارم، درخواست میکنم یه دوره سولفژ 1 ساله با پیانو برید. فرق نمیکنه میخوای خواننده بشی، میخوای سخنران بشی، بیان خوب باید داشته باشید. با 2 نفر هم که صحبت میکنید، حتی 1 نفر، باید صدای خوبی داشته باشید. ببینید صدای خوب، خنده خوب. ببین خنده خوبش رشته که ببین سلام. من همیشه تو پشت مثلا تلفن معامله باشه چشم خواهش میکنم. این 6 تاییه. قربون شما. ببین پشت تلفن احساستو نشون بده. سلام. ببینید خوش نباشه سلام چطوری؟ بعد خوابیده داره لب میده، فکر میکنه یارو نمیفهمه تو خوابیدی داری صحبت میکنی معامله کلان ها. بعد میگه چرا اینطوری صحبت؟ یارو چه میدونه. ببینید من هر موقع با تلفن کلیدی قشنگ از جا بلند میشم وای میستم، بعد دستام اینطوری میکنم چون احساس، یعنی میشینم پا میشم، بعضی میگه داری چیکار میکنی؟ کشتی میگیری با خودت. میگم معامله کلیدیه. ببین یعنی همین کاری که اینجا میکنم. ببین حسن، ببین حس میدم. ببین حسن معامله رو جوش بدی. جان من نگو. ببین جان من سرمو بشکن دلمو نشکن. از افتخار خودی کف قشنگ بزنید. ببینید از استعاره استفاده کنید. استعاره، تشبیه. مثلا میگم بالفرض الان میخوام از یه نفر تعریف کنم. کی میتونم تعریف کنم؟ تا همتون قابل تعریفید. مثلا آقای چی بود اسم شریفتون؟ بگو. آقای بیگلری. مثلا میگم آقای بیگلری این یک ستاره میدرخشه. ببینید ببین انرژی شد. دیدید که ببین من گفتم ستاره، سیاره رو آقای کامران رفیقش زد براش. این چند قشنگ ارتباط به همین سادگی. It is very simple but not easy. ساده است ولی آسان نیست. دقت بفرمایید. ببینید از کلمات زیبا استفاده کنید برای خودتون، نمیدونم در آینده همسر، در آینده شوهر، در آینده فرزند، برادر، خواهر، همکار. ببینید کلمات زیبا. آقا چه جملات طلایی گفتی آقا شما خیلی نابغی، تو انیشتین زمانی. ببین حسم توش بذارا. سرد نگو. مثلا سرد تو ببین به طرف توجه کن. اینطوری سرد بگی به درد نخوره. اینطوری ببین تو انیشتین زمانی. اونم یه خواه. نه اینطوری. بعد قشنگ ببینیش. ببین واو تو چه کردی؟ من خب چه کردم؟ هیچ کاری نکردم. ببین پس به اینا میگن چی؟ به اینا میگن استرس.
یعنی رو کلمات فشار بذار، استعاره استفاده کن که کیف کنه طرف. خب یه مثال بزنم رفتم اینجا که کاملش کنم. دقت بفرمایید. ببینید الان شما میخوای بگی حسن با پرواز هواپیمای لوفتانزا به کانادا رفت. ببین خوب دقت کنید. حسن با پرواز هواپیمای لوفتانزا به کانادا رفت. دقت کنید من الان میخوام به یه چیزی شما رو متوجه کنم ولی کلمات به تنهایی نشون نمیدن. اینجاست که قدرت NLP و استرس نشون میده. ببینید من الان میخوام بگم حسن رفت. این دو تا داداشن حسن و حسین. میگم دوستان میدونستید میگه چی؟ میگم حسن با پرواز هواپیمای لوفتانزا به کانادا رفت. میگم حسن رفت حسین نرفت. ببین حسن رفت. حالا من میگم با پرواز، هدفم پرواز هواپیمای لوفتانزا. ببین میدونی حسن با چی رفت؟ چی؟ حسن با پرواز هواپیمای لوفتانزا رفت. ببین لوفتانزا، ببین یعنی اصلا حسن مهم نیست. این که با لوفتانزا رفته آدم پولدار بوده. ببینید حالا کجا رفت برای مهمه. ببین یه چی؟ حسن با پرواز لوفتانزا کانادا رفت. کانادا. ببین یعنی شما تمام فشار رو کانادا میاری. حالا این دفعه رو رفت میذاری، یعنی رفت. اونی که رفته دیگه ببین چه قشنگ. بعد میگه چی جمله آخر؟ ببین حسن با پرواز لوفتانزا آمریکا رفت. 3 بار بگو ببین که این ویژگی رو. حالا دوستان دقت کنید اینم یادداشت کن. جملات ستایی فوق‌العاده است. ببینید مهارت ارتباطی ها، جملات ستایی هر جایی خواستی صحبت کنید جملات ستایی استفاده کن. بگو که ایران ما استوار، پیروز و درخشان است. ببینید ستایی تمرین کنید. ایران ما پاینده، پیروز و عالی است. دانشجوی ما پیروز، هوشمند و موفق است. شما دانشجویان عالی دانشگاه‌های ایران همه بزرگوار، باصفا و موفقید. ببین این ستایا میترکونه، طرف کیف میکنه. بهش میگن قانون 3. پس تمرین کن. همین الان رفتی با خواهرزادت کوچولو. ببین کوچولو تو خیلی عالی، باصفا و خیلی خوش زبونی. بعد کیف میکنه. این ستایا رو به کار ببرید. پشت تلفن این بر اون بر. واقعا خوشحالم با شما صحبت میکنم. همواره خیلی گرم، صمیمی و بسیار با طبع خیلی عالی هستید. ببین ستایا البته تمرین نکنی وسط کار ریک میزنی، ولی تمرین کنی بعد یه مدت خوب میشه. خیلی طلایی و کمک میکنه که شما ارتباطات بسیار بسیار عالی داشته باشید. پس دقت بفرمایید ستایا رو حتما به کار بگیرید. حالا میریم برای چی؟ تمرین لب. ببینید من دیدم بچه‌ها، من رفتم توی پارک نشستم، خیلی از این آقایونی که سنشون میره بالا لبه خوش شده، خیلی خطرناکه. اینطوری ببین سلام خوبه و خیلی آدم موفقه. لبه ببین تمام لبه این سنسور از کار افتاده. پس دوستان خواهش می‌کنم تمرین هم انجام بدید. لپ‌های چپ و راست رو بی زحمت پرباز کنید. هم یلا انجام بدید. 10 بار انجام بدید. حالا ببینید بالا این جلو رو لب بالا پایین رو پر کنید. اینو پرخون میشه. خب حرکت دوم بی زحمت همین الان این گونه‌های خودتون رو بی زحمت ماساژ بدید. حتما هر روز انجام بدید. ببینید این نایه هر کجایی که شما فعالش نکنید مغز متاسفانه از کار میندازه، بهش خونرسانی نمیکنه، بهش غذا نمیده، اکسیژن نمیده. استاد مثال واقعی دقت کنید. من اگر فقط 1 سال بنشینم، فقط 1 سال بلند نشم، برای همیشه فلج میشم. برای همیشه. چون مغز عقلش نمیرسه که. مغز یه سخت افزاره، میگه حتما به پاش نیاز نداره. تمام سیستم غذایی در واقع بخش مربوط به پا رو و زانو رو از کار میندازه. فلج میشه طرف. قشنگ تا ابد باید رو ویلچر باشه.
ببینید پس اگر میخواید جایی از بدنتون یعنی کل بدنتون تقویت بشه حتما اونجا رو مورد توجه مغز قرار بدید. چطور؟